کسی که در دنیا مال یتیم میخرد. حالی بسیار است بچه هایی که از دنیا میگذرند، زناشون 3-4 کودک قطعی میمونند، بعد چیکارشان میکنن؟ بعد در حال پیششان میکنن خانه پدر و مادرشان دیگر نه حق برای او است. اگر هم بچه خانه و درم داشته باشد، بیچاره مرده این مال دنیا که اولاد اجداد چکشتگی است، همون مال اجداد همه مالا را به خودش میگیرد. این کلن قطعی کودکا بعد خانه پدرش روان میکنن. این حق یتیم نیست؟ او بیچاره مهنت کرد برای زن فرزند خودش، ترا پدر مادر همچه پدر مادر حق در گردنش بود سیرت میکرد، لیکن این خانه و این مال و ملکی او به تو نمیرسد، یک حصه به تو میرسد، اکثرش به زن فرزندش میرسد. او را کجا از خانه بیرون کردی؟ امروز چند کس آمد ما را شکایت کرد که دختر ما از خانه پیش کردن، شوهرش وفات کرده است، 2 خانه داره، 1 خانهش نمیتنش. این خوردن مال یتیم